این زن در حالی که داشت با تلفن صحبت میکرد به سرعت وارد آسانسور شد، اما توی آسانسور پر از بادکنک بود و همین باعث عصبانیت زن شد و یکی از اونها رو ترکوند. اما اون یه بادکنک تعیین جنسیت بچه بود. چند لحظه بعد در آسانسور باز شد و رئیس زن با همسر باردارش پشت در بود و بادکنک تعیین جنسیت هم برای بچه اون بود. رئیس پرسید کی این کارو انجام داده و زن گفت اون این کارو کرده چون خودش بارداره و می‌خواسته جنسیت بچه‌شو بدونه. رئیس با این حرف زن حسابی خندش گرفت و گفت کل شرکت میدونن که اون دوست پسری نداره. پس زن مجبور شد و گفت مرد کنارش همون دوست پسرشه. رئیس کاملا همه چیزو باور کرد و گفت اگه اون بادکنک برای زن بوده پس بادکنک تعیین جنسیت بچه اون کجاست؟ و زن به رئیسش گفت خیلی زود یکی براش میاره. در همین زمان زن به همراه مرد به طبقه بالا رسیدن و اون به گری پیشنهاد داد اگه فقط امروز وانمود کنه دوست پسرشه $1000 بهش میده. گری همه چیزو قبول کرد، ولی یه مشکلی وجود داشت و زن باید از دخترش مراقبت میکرد تا اون بتونه یه بادکنک تعیین جنسیت دیگه برای رئیس درست کنه. بالاخره بعد از چند دقیقه زن به همراه دختر مرد به مراسم تعیین جنسیت بچه رئیس رفتن. اما همون موقع بود که سر و کله رئیس پیدا شد و از زن پرسید این دختر کیه؟ و زن گفت دختر دوست پسرشه و خیلی هم با هم خوبن و بعدش از دختر خواست اسمشو به رئیسش بگه. اما خیلی زود پدر دختر اومد و گفت اون اصلا لاله و نمیتونه صحبت کنه و رئیس حسابی از این مسخره بازی زن عصبانی شد.